اون وقتا هیچ کسی ککش از این نمیگزید که زمینای فوتبال حتی یه تکه چمن سبزم ندارن. در آخرین روزهای تلویزیونهای سیاه‌وسفید بازیکنی پیدا شد که به راز توپ آشنا بود. جوونی با صورت سرد که مثل یه سوارکار روی گرده یه اسب سرکش میتاخت. ما سرخوش از جام جهانی 98 هنوز پوسترهای دایی و عزیزی و مهدوی‌کیا و باقری رو به دیوار میزدیم که نوبت به او رسید. او چند ماه بعد از یه آشوب فوتسالی با همون روح آسی، پس مثل همون روز اول در سالن آزادی بازی به بازی همه رو دریبل زد تا از روزنه های گوش و چشم خودش رو به قلب ما برسونه. علی کریمی. اون وقتا یعنی نیمکت فلزی آزادی، علی پروینی که راهشو میگرفت و از وسط چمن خودشو به نیمکت میرسوند. یعنی سکوهایی که وسط هفته و ساعت 3 بعد از ظهرم خالی نمیشدن. یعنی اینکه روزی 1000 نفر خودشونو برسونن جاده مخصوص تا تمرین تیم مورد علاقهشون ببینن. یعنی برش ارضی بیرحمانه به توپ فداکاری که قرار بود لایه گل دومش بشه، یعنی علی کریمی، آخرین گل کوچیک بازی که خودش رو برای تئوری‌های فلسفی فوتبال آماده می‌کرد. داستان سریع آغاز شد و به نقطه اوج رسید. اینقدر که وقتی در اولین دوره حضور در تیم ملی در فینال در نقش دفاع چپ اینطوری دروازه کویتو باز کرد، یادمون رفته بود تازه 6-7 ماه این جواهر رو کشف کردیم. اونقدر که یادمون رفت اسفندی براش دود کنیم تا چشای بد کاری نکنن که او در یه طغیان عجیب در یه بازی نچندان مهم داور رو ناکار کنه. خبر با تأخیر به تهران رسید، اما خود خبر بود. محرومیت یک سالی مهمترین استعداد فوتبال ایران که اون روزا 10 میپوشید. البته به یاد همه 8 ها که حالا میراثدار یکی از با استعدادترین هاشون بود، مجتبی محرمی که چند سال پیش یه داور اهل سوریه رو نوازش کرده بود. بریم به کمی بعد، یک سالی که در تنهایی گذشت و اتفاقایی که کریمی رو به الاهلی امارات برد، جایی که همه گزارشگرا خودشونو میکشتن تا او توپو بردار و ببر و اونا به سبک خودشون شوف کنن. شوف مرملت بدفاع الاول وواجه حارس المرمى وحطها بيمينه بشكل سريع وقوي، مر وشوت، حط بالجول حط الله يا سلام عليك يا علي كريمي. کریمی در آرامش دبی خودش رو پیدا کرد و با حضور بلاژویچ تبدیل به ستاره تیم ملی شد. اگرچه رابطه عاشقانه چیرو با علی هم برای صعود ما کافی نبود. علی در صد شیگیون موند تا 2002 جام جهانی رو با هم از تلویزیون تماشا کنیم. در همین روزا بود که متوجه شده بودیم این علی با اون علی رابطه خوبی نداره. همونقدر که اعداد 8 و 10 با هم فرق دارن و از هم دورن، یه رقمی و دو رقمی با کلی تفاوت ساختاری و هندسی. پس نشد که نشد. اگرچه این دو یه تورنمنت درخشان جام ملت‌های آسیا و یه صعود راحت به جام جهانی رو کنار هم تجربه کردن، زمانی که ما با ستاره‌های بزرگمون به سطح اول آسیا برگشته بودیم و علی کریمی 4مین ایرانی بود که بهترین بازیکن سال آسیا میشد. Ladies and gentlemen, your 2004 Player of the Year, Asian Player of the Year, Ali Karimi. با این جایزه دیگه وقت پرواز بود. از دبی به رویا، به بایرن، سرزمین شگفتی‌ها. بعد از این 4 سالی که با علی بودم تموم شدش، دیگه تنها پیشنهاد جدی که داشتم تیم بایر مونیخ بودش که فکر میکنم تصمیم درست باشه، چون هر کسی هر فوتبالیست آرزو داره که یه روزی تو تیم بایر مونیخ یا امثال بایر مونیخ بازی بکنه.
جایی که جادوگر آسیا با تمرینات طاقت فرسای ماگات جای دیوید کاپرفیلد رو میگرفت، حتی اگه آلمانیای بد استقبال براش مینوشتن که او برف مونیخ هم نمیبینه. کریمی در بایرن عالی شروع کرد و با وجود همه بدقلقی ها برف رو هم پشت سر گذاشت، اما یه مصدومیت چوب جادوی او رو شکست و کریمی رو بدخلق به اردوی تیم ملی فرستاد، جایی که دومین تعویض در دومین بازی او رو به اینجا رسوند. شوتی زیر ساک پزشکان تیم ملی به نشانه پایان آرزوهای جهانی ما که در کریمی متجلی شده بود. کریمی فصل بعد باز در بایرن بود، اما تا به قطر بیاد و به پرسپولیس برگرده 2 سالی زمان برد. یادمون هست اولین بازی که در پرسپولیس بعد از اون همه سال جاده‌ها رو بند آورد و گلش در داربی قرمزها رو به آغوش هم فرستاد. علی کریمی. ولی تو داستانه شرقی همیشه باید یه جا برای ولی گذاشت. کریمی در پرسپولیس چیزی به دست نیاورد، درست در همون زمانی که کشمکش‌هاش با علی دایی سرمربی وقت تیم ملی در اوج بود. او هرگز با دایی آشتی نکرد، حتی با وجود این آشتی کنان عجیب در ورزشگاه آزادی. و بعد خط خوردن از تیم ملی، شکست به عربستان، بازگشت به تیم ملی و دوباره ناکامی در صعود به جام جهانی. چقدر از او خاطره داریم. خاطرات درخشش ناگهانیش در استیلازین بعد از جدایی از پرسپولیس، اخراج در بازی مقابل پرسپولیس و کندن پیراهن استیلازین و نمایش لباس پرسپولیس، دعوا با سرمربی تیم ملی در اردوی اتریش، خط خوردن از تیم ملی و انتقال ناگهانی به شالکه. او همونطور تندخو و درخشان بود و به طرز عجیبی دوست داشتنی. فصل بعد باز به پرسپولیس اومد و 2 فصل در جمع قرمزها موند. دو فصل بدون جام که در نهایت با این خداحافظی احساسی به آخر رسید، وقتی که او دوباره بالاخای دوست در آمده بود، مهدی مهدوی‌کیا که اینطور غریب و تلخ از فوتبال رفت. و اما فصل آخر، وقتی از تهران به تبریز رفت تا قلب‌های مالامال از عشق تراکتوریا رو هم مال خودش کنه و ناگهان از قطار تیم ملی جا موند تا با وجود فتح جام، چیزی که کمتر براش اتفاق افتاده بود، همین 1-2 ماه رو با یک فکر عجیب سر کنه. خداحافظی وقتی که دید جایی براش نیست. پس کریمی یه روز بیدار شد و کفشش رو به دیوار کوبید با یه خداحافظی تند و خشن به سبک خودش، تا ما بگیم حیف که شاید دیگه کسی رو دستش نیاد، کسی که در زمین فوتبال هیچ وقت دنبال قهرمان شدن نگشت، هیچ وقت دنبال اول شدن ندوید، هیچ وقت پیشنهاد پرطمطراق تهییجش نکرد. بدرود آقای کریمی، ما چراغا رو روشن نگه می‌داریم برای بچه‌های نسل هاوش و هیرسا تا یادشون نره یه روز دلخوشی فوتبالی‌ها جادوگری بود که 8 می‌پوشید.